مرسی که آوردی منو رستوران که صحبت کنیم، واقعا لازم داشتم. خواهش میکنم، مثلا تو با گوشم. با مدت طولانی مسئله ریشه‌ای بودن که باز دوباره شروع شده. خدای من کارشگاه که بیبی لایت میزدم با زهرو جونم میفهمم، ولی متوجه تراپیستم و تراپیستای دوستامم جلسات زیاد خوبی داشتیم و این کمک کرده بهم بیشتر مشکلاتمو بفهمم. آره دقیقا همینه. انگار مدت زیادی گم شده بودم و حالا دارم خودمو پیدا میکنم دوباره و بودنت کنارم و توجه و گوش دادنت خیلی بهم کمک میکنه. انگار آنیمایی خدا خودشم نمیفهمه داری چی میگه. بعد انتظار داره من میدونم که عمیقا داری درک میکنی و همش گوشه. من چقدر گوش برای اینکه دوست از دل تاریکی بکشم بیرون خودم و رابطمونو رفتم 7-8 لباس گرفتم. خب اگه تاریکه لامپ حالا بخواد. جدیدمو دوست داری؟ آره. خیش چقدر آروم شدم. کاری ندارم دیگه، برو به کارت برس. اوه تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود.